سلام شخصیتی بود و بسیار کمبغل و نادار بود. عادتی هر روزش از صحرا میرفت، میگه هیزم جمع میکرد، می آورد در بازار هیزم می فروخت، همون پولی هیزمش یک روزه نان میگرفت و به خانهش می آورد. تماما نادار بود، هیچ چیزی در خانهش نداشت. روزی میگه این هیزمش آورد فروخت در بازار آورد فروخت. بعد از اون میگه او شخصیتی که هیزمش خریده بود با سومی زیادتیش داد، گفت همین هیزم ها را به خانه من میبری، به خانه من، یعنی اجاره پولی که تا خانهش بردنم پولی زیادتیش داد، میبری. گفت این شخصیت میگه به گردن گرفت پولا. هیزم ها در پشتش در راه وقتی به سوی خانه این شخص می آمد، در بین راه میگه از همون هیزم ها دستش دراز کرد و یک خس کن میگه و بین دنداناش پاکیزه کرد و خس در زمین انداخت. به خاطر همی که یک خسی او شخصیت گرفت دندان پاکیزه کرد در زمین انداخت، خداوند میگه 70 سال عذابش کرد. 70 سال پروردگار عذابش کرد. به چی خاطر؟ حق بنده من خیانت کرد. یک خس، برای یک خس خداوند میگه مؤاخذش کرد، سختگیریش کرد. به همین خاطر حق مردم در روز قیامت این بسیار گلوگی است. اگر خس هم باشه امروز در نظر ما نمی نماید، ما در نظر نمیگه چه میگیم یک خس است، یک چیزی اندک است، اما در روز قیامت جوابش کلان است. 500 سال، یعنی 500 سال قیامت خداوند معن میکرده صاحب حق میفته اینها را اینجا بگذاره، اینها پرسیده میشوند، اینها باید جواب بگن. خداوند حقش میبخشیده اما حق بنده هاش نمیبخشیده. یعنی مفلس، بیچاره و بدبخت، کمبغل و نادار از امت اسلام شخصیتی بود است که امروز حق مردم خیانت میکرد، حق مردم آزار میداده. برادرای عزیز بزرگوار، خودتون نگاه کنید از مردم آزاری، زبانها را نگاه بدارید. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم پرسیدن که بهترین مسلمان کیه؟ کدام شخصیت است؟ جناب پیغمبر گفتن المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. تن مسلمان حقیقی شخصیتی است که مردم از زبان از دستش سلامت بمانند، به زبانش مردم آزار نتیه، به دستش مردم آزار نتیه، یعنی که فایده بخشنده باشه. روایت دیگر جناب پیغمبر میگه